تیم سخن در زبان آفرین. جناب آقای دکتر قشقاوی، نماینده محترم مجلس و هیئت همراه، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و با حضور خود بر این جمع منت نهادید صمیمانه سپاسگزارم. بر خود لازم دیدم که به عنوان عضوی کوچک از جامعه بزرگ صنعتگران کشور گوشه‌ای از دردها و دغدغه‌های این قشر تلاشگر را به استحضار برسانم. صدای خاموش صنعت همان صدای چکش‌ها، پتکه‌ها و دسته‌های پینه بسته کارگران و مهندسان است، صدایی که روزگاری طنین افتخار داشت، اما امروز در میان رفت آمدهای اداری و فشارهای طاقت فرسای دستگاه‌های مختلف گم شده است. نماینده محترم، چرخدنده‌های صنعت زیر بار سنگین بوروکراسی و فشارهای سازمان‌های چون اداره مالیات، بیمه و اداره برق و غیره در حال خرد شدن است و ما تنها شاهد این فرسایش هستیم. دیگر کمتر کسی از رنج و شرمندگی پدران سخت کوش این سرزمین خبر دارد. فریاد صنعتگران، مهندسان، کارگران و کارمندان صنعتی فریادی است بی صدا، فریادی در نهایت فشار که گویی دادخواهی می کند ای دادرس. آیا سزاوار از صنعتگری با 30 سال سابقه هر ساله با مظلومیت در اداره مالیات تقاضای کاهش مالیات کند؟ آیا شایسته است با التماس از مأمور برق بخواهد چند روزی مهلت دهد تا شاید گشایشی حاصل شود؟ آیا رواست که ماها در صف دریافت وام بانکی چشم انتظار بماند بی آنکه بداند نوبتش میرسد یا نه؟ مشکلات فراوان است و بیان همه آنها در این جلسه نمی گنجد. این جانب مهرداد یوسفی با 30 سال سابقه خدمت در زمینه تولید قالب‌های ساختمانی، پل، تونل و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی از جمله دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، مجموعه عظیم شهرفرش ایرانیان، پروژه هتل سیلوان خانسار با مساحت 38,000 متر مربع و همکاری با شرکت‌های بزرگ و معتبری چون قرارگاه خاتم الانبیا، اتارودیان، کیسون، دی، آبشکنساز، ترانسپوست ایران، پتروتکسان، ایران ترانسفو، وزارت راه و شهرسازی، شرکت لیان جنوب، سازمان زیباسازی شهر تهران و بسیاری شرکت‌های دیگر بر خود می‌بالم که در این مسیر خدمتگزار بودم. همچنین افتخار داریم که شرکت ما 5.5 شاریای 250 تنی کشور را در پروژه پل رودوار منجیل به بهره‌برداری رسانده است، دستاوردی که نشان دهنده ظرفیت و توان فنی موجود در این مجموعه است. از مقام عالی درخواست دارم که ضمن دستور برای رسیدگی و بررسی مشکلات بیان شده از پتانسیل ها و توانمندی های این مجموعه در این منطقه حمایت لازم مبذول گردد. گزارش کامل مشکلات و دغدغه‌ها به صورت مکتوب تقدیم حضورتان خواهد شد. فرزند ایران زمین، مهرداد یوسفی. جان و تنم فدای ایران عزیز.